سلام، خوش اومدین به ویدیو من، یعنی کوچی. امیدوارم حالتون خوب باشه. خب موضوع این ویدیو اینه که نباید رنگ زرد دست بزنم، لمسش نباید، مثلا چوبه من نباید لمسش کنم. خب بریم سراغ ادامه. خب موضوع هم که گفتم نباید رنگ زرد رو لمس کنم. هدفمون هم یه دونه شکلات خوشمزه است. شکلات یعنی هم دایموند. شاید بگی چقدر تو نمکی باش فهم. غذا مهمترین چیز در دنیا است. غذا ببعی سفید. من اصلا نجات پرستم نیستم، من گفته باشم این سفیده، من کارش ندارم، فقط میمیره. سیاه هم که میمیره. فقط ما پشم سفید میخوایم. بعد چی؟ برای اینکه بتونیم تختمون بسازیم. برای همینه این گوسفند سفید رو مثلا هیچ. موضوع این ویدیو دایموند. اگر به این دست بزنم میدونی چی میشه؟ ویدیو تموم میشه. به به. خب بریم سراغ کیک خوری یعنی ادیتورم هم خیلی داره کمک میکنه به این ویدیو. یه ثانیه من با این گوسفنده صحبت دارم. سلام، چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ یه دونه از تو دقیقا ما تو خونمون دارم. خیلی عجیبه، لباسش هم رنگ تو. این گاوه زیبایی در حال مردن. به چه قافیه زیبایی در وصل یک گاو. نگاه کن، راستی میشه وسایل مسی ساخت. شاید بگین چرا نمیشه وسایل رونالدویی ساخت. چرا ما بسپان نمیشه؟ پشمام. دایموند قراره ببریم. اصلا الان اینجوریه. هدفمون پیدا کردن 3 تا دایمونده. به نظرتون یه فولاهن نشیم؟
یه دمیج دیگه بکنم باختم چلنج واقعا. داشتم میگفتم دایم نوزیره. دارم بلا کارو نمردم اصلا من داشتم بلاکشم میکردم. من این بلاک برم بله و برد چلنج و پایان ویدیو.